هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، خدمت تک تک شما سلام عرض میکنم. برای همه شما آرزوی سلامتی و سربلندی و نشاط دارم. خیلی خوشحالیم که میزبان شما باشیم در برنامه پیک شادی و این فرصت و امکان رو داشته باشیم که تلاش بکنیم تا با مجموع برنامه‌ای که براتون در نظر گرفتیم شادی رو به دلها و خنده رو به لب‌های شما عزیزان بیاریم. با ما در پیک شادی این هفته همراه باشید. این هفته خبر تو خبر داره از اخبار بدی که از داخل و خارج به بیت ولایت میرسه، از شل شدن یه رزوه دیگه از پیش و مهره لق بشار بر سر قدرت، گسترش تظاهرات و اعتراضات علیه پسرخونده خامنه‌ای تو عراق و ارتحال ملکوتی عنصر ولایت مدار هوگو چاوز که احمدی نژاد گفته دوباره ظهور میکنه. ترس و وحشت عظما از چهارشنبه سوری همینطوری داشت دغمرگش میکرد، ولی حالا که آتش قیام از اصفهان و یزد هم شعله کشیده، حال روزش یه چیزی اونور دغمرگ شدنه. تو جنگ و دعواهای مجلس و دولت سر بودجه یکی دو تا رکورد دیگه شکست. گفتین پاکترین دولت بعد از انقلاب هستین، در حالی که بودجه که از مهمترین سند انضباطی مالی هستش تا امروز به تأخیر افتاد و تقریبا شما رکورد تأخیر در ارائه بودجه رو دارین که اون رکورد هم البته متعلق به دولت خودتون هست. تو طرح دک کردن عکاسان از مجلس، کوچکزاده گفت اینا خبرنگار نیستن، هرزنگارن و از ما عکسایی میگیرن که نباید. عکاسا هم گفتن ما فقط عکس میگیریم، باقیش دیگه به سوژه برمیگرده. مجلس هم که عین کافه های وسترنه، همچین که اولین شیشه بشکنه همه میپرن وسط و هر کسی یقه یکی رو میچرخه. آقای رئیس اینجوری که نمیشه که آقا هر چی دلش میخواد داخل و بیرون بگه، به ما که میگه بگید اینجوری نمیشه. حیثیت همه رو برده. آقایون نماینده ها، روزنامه ها امروز تمام مطالبی که همکار ما در بیرون به خبرنگارا توهین کرده، اهانت کرده، بی حیا گفته، بی غیرت گفته، همه اینها رو درج کردن. حیثیت همه ما میره. ما چه گناهی کردیم تو این مجلس؟ لطمه زده به مجلس، لطمه زده به حیثیت ما نماینده ها. آقای رئیس، خود هیئت رئیس خبر دارن، کمیسیون اصل 90 خبر دارن. مردمی که از گرونی شب عید کلافن بعد جوری خفت عظما رو چسبیدن. این هم اراذل اوباشش رو ریخته تو تیوی ریش که حلقه تقصیر رو عین گردنبند بندازن گردن خود مردم. و اون مسئله گرانی سنگینی است که فشار به طبقات ضعیف آورده. البته این گرانی است یه عاملش تحمیلی است که از خارج بر ما شده، عامل دیگرش هم بعضی از کسبه و خود مردم. تا میشنود دلار گران شد، اجناس مغازه‌ای گران میکنه. تا یک کم و زیادی میشه در نرخ ارز و سکه و نمیدونم بعضی چیزا، فوراً بعضی ها سوء استفاده میکنن
این پولهایی که به این صورت در میاد برکت نداره. گاهی 50 میلیونشون باید بدن برای پیوند یک کبد. تو اموری که بهت مربوط نمیشه زیپ دهانتو بکش. آره والله. اگر میخواید آدم شید باید اجازه بدید من دو لبتون رو بدوزم. به گزارش تیوی ریش مردم عاشق گرونی و فقر هستن. بازم دارن از این پیامک‌ها برام ارسال میکنن، گفتن من حقوقم 460,000 تومنه، 267,000 تومن قسط میدم، خدا رو شکر. اینا همش زیباییه که من دارم تکرار میکنم. بله، تو زیبایی شناسی آخوندی فقط جای گرونی خالی بود. تیوی ریش که تو ارنج اصلی به خنس خورده بود، آخوندهای درجه 3 رو از نیمکت ذخیره ها وارد کرد. یکیش حجت الاسلام مارمولک بود که قبلا تو همین برنامه آموزش بازی با کلمات و گفتن دروغ شرعی رو میداد. اگر کسی شطع کلمه‌ای، حرف ناقصی در تخریب و تضعیف فقها و مراجع از زبانش خارج بشه، ارتباط ولاییش با آسمان قطع میشه. معلوم نیست این شوت مشنگ کجاست که میخواد مردم رو از قطع ارتباط ولایی بترسونه. اگه هنوزم ذره‌ای کم بود در التزام عملی و اعتقاد قلبی به ولی فقیه برای کسی مونده باشه، دیگه حتما با حکم این حجت الاسلام اضافاست مجاب میشه. فقیه دارای شرایط حرفش حرف امام زمان اصلا. ولی فقیه یعنی این. اما مردم چقدر گوششون به تیوی ریش بدهکاره؟ چقدر ازش خوششون میاد؟ بله، لطفاً فاطیما بهارمند و اشکان خیلی نجات خیلی کمتر حرف بزنن. برنامه‌تون خیلی 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 بی خوده، مجریاتون هم همینطور. برای تعریف و تمجید از مذاکرات اتمی که از سریال روزهای زندگی هم طولانی تر شده، تیوی ریش یه فکر بکری کرد. 2 وزنه سنگین وارد کرد که هر کدومشون میتونن تعادل استراتژیکی خاورمیانه رو به هم بزنن. دور جدید مذاکرات 5+1 گامی به جلو برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. این مهمترین بخش از صحبت‌های امروز حجت الاسلام السیری امام جمعه شهرستان فیروزکوه بود. حجت الاسلام السیری از 5+1 خواست تا راه حل مناسبی را در پیش بگیرند تا اینقدر در دنیا کوچک نشوند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی امام جمعه موقت ورامین هم با مثبت ارزیابی کردن نتایج نشست اخیر 5+1 با جمهوری اسلامی ایران خطاب به دولت‌های غربی گفت ایران کشوری هسته‌ای است و مردم از حق خود در برخورداری از انرژی سرخانیز هسته‌ای دست بر نخواهند داشت. بله، سرناچی کم بود. تیوی ریش این دوتا رو هم از قوقه آورد. شرکت کننده اول در رقابت‌های مشنگستان مارمولک بعد از این جوجه دایناسور تازه سر از تخت در آورده حوزه است که به زبان نگاه دستهاش رو یاد می‌گرفته. زیر صحبتش هم صدای تار گذاشته. یکی از بهترین لحظات زندگی من اون لحظه‌ای بود که آقا امامه رو بر سر بنده میذاشتن. ایشون با چشمان مبارکشون به من درس‌های اخلاقی دادند که تا آخر عمر فراموش نخواهم کرد. بله، پس آخوند بهجت با نگاهش حرف میزده. لابد وقتی هم که پلک میزده صداش قطع و وصل میشده. کاندید بعدی از مشنگ‌های صاحب سبکه که خبر تو خبری ها میشناسنش. حجت الاسلام ووپی صاحب امتیاز بنگاه شادمانی حوزوی. موقع نمازه ای دختر کوشا زودتر پاشو از جا، حرف منو گوش کن خواب و فراموش کن، پاشو 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 پاشو، وضو بگیر فوری هیچ نمیشه طوری بگیر، محرم و نامحرم چطوری؟ حالا معلوم میشه. دایی جونم پشت در میزنه، میخوام برم در رو وا کنم، چادر کنم یا نکنم؟ دقت کنین، میگه دایی جونم پشت دره، میخوام برم در رو وا کنم. تو کوچه این همه مردای نامحرم میرن، راننده موتورسیکلت، کاسب، کارگر، اونا محرمن یا نامحرمن؟
خب دایی منم تو کوچه داره در میزنه، میخوام برم در رو وا کنم، چادر کنم یا نکنم؟ باریکلا، میگه چادر بکن، چادر بکن. دایی جونم مهمون ماست، میخوام برم چای بیارم، چادر کنم یا نکنم؟ دایی جونم مهمون ماست، پسر دایی همراه اوست، میخوام برم چای بیارم، چادر کنم یا نکنم؟ 2 تا دکترین اقتصادی داریم که هر کدومشون میتونه یه نفر رو به تنهایی بفرسته به صدر جدول مشنگا. اولیش بحث محمود شاخانه که ریشه مشکلات اقتصادی جهان رو که در واقع یک اختلاس بزرگ بوده نشون میده. دولت آمریکا کسر بودجه ها رو از کجا تامین میکنه؟ 1600 میلیارد دلار امسال کسر بودجه داشت سال گذشته. از کجا میاره اینا رو؟ با استفاده از شرایط جنگ جهانی اول و بعدم جنگ جهانی دوم اومده یک کاغذی رو به نام دلار بر اقتصاد جهان حاکم کرده. بعد در چاپخانه های آمریکا 5 سنت خرج میکنن، یک کاغذ چاپ میکنن، روش مینویسن $100 منتشر میکنن تو دنیا. به جای اون کالا، انرژی، ثروت، نیروی انسانی، اندیشه، تولیدات ملت ها رو برمیدارن میبرن. دائما در دنیا تورم هست، افزایش قیمت ها هست، فقر هست. تز بعدی از حجت الاسلام روباه، کارشناس معاملات ملکی با گرایش برج سازی. اولی خبر خوش به شما بدم. فکر میکنم که هفته پیش بود یکی از بیننده ها برای ما پیامک ارسال کردن که مشکل من حل شده با اون ذکر یا جوادی که شما فرمودید و توصیه کردین به نقل از حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه بود و خونه خریدن، مشکلشون حل شده. بعد از اون فراوان پیامک داشتیم که تو رو خدا اون ذکر رو دوباره تکرار بکن. فقط تو رو خدا دیگه پیامک ندید در این مورد. امروز برای آخرین بار آقا تکرار میکنن و وارد بحث امروز میشیم. خواهش میکنم. حضرت آیت الله بهجت فرمودن کسایی که بخوان خونه دار بشن 14 تا سید رو، من یادداشت کنم که اگه داره پیامک 14 تا سید رو در مجلس واحد در یک مجلس دعوت کنن. بعد هر کدوم از این سادات 1000 مطلب ذکر یا جواد بگن، 20 تا 25 دقیقه حد اکثر زمان بیشتر نمیبره. 1000 مطلب ذکر یا جواد رو بگیرن و توسل به امام جواد پیدا کنن. خدا به برکت این توسل به امام جواد علیه السلام اسباب خونه دار شدنشون رو فراهم میکنه. و اما قسمت پایانی خبر تو خبر گفتن اونجا که کلام باز میمونه موسیقی آغاز میشه، ولی نگفتن وقتی که موسیقی آغاز میشه چه نتایج دیگه‌ای به بار میاد.